آیدی ها، یا اگه بخوایم ترجمه کنیم باید بگیم مثلا محیط های مجتمع توسعه کد، نرم افزارهایی هستن که طراحی شدن با یک مجموعه بسیار وسیع از ابزارها و ویژگی‌ها تا این فرایند توسعه کد رو برای برنامه‌نویسا راحت‌تر و سریع‌تر بکنن. به عبارت دیگه می‌خوایم یه جورایی بازده دیولپرها رو به حد اکثر برسونن که مجموعه زیادی از ابزارها با خودشون دارن، از جمله مثلا امکاناتی برای دیباگ کردن، هایلایتینگ و خیلی چیزای دیگه. حالا این وسط یه چیزایی هستن که آیدی نیستن، ولی از اون طرف یه ادیتور متنی سادم نیستن، مثل وی اس کد. وی اس کد در واقع یه کد ادیتوره که هدفش سبک بودن و کاستومایزبل بودنشه. از این جنبه بدون تردید وی اس کد یکی از محبوب ترین کد ادیتوراست طی چند سال اخیر، چون هم خیلی سبکه و هم کل اکستنشن براش وجود داره که شما برای هر زبانی که بخواید کار کنید میتونید از اونا استفاده کنید. و اگه شما برید امروزه نگاه بکنید، واقعا میشه گفت جزو مثلا 5 تا ادیتور اول محبوب بین برنامه‌نویساست. توی این ویدیو میخوایم یه چند تا ویژگی این کد ادیتور بسیار جذاب و سبک رو بگیم تا کمک کنه به ما بتونیم راندمان برنامه‌نویسیمون رو افزایش بدیم. چیزایی که اینجا میخوام بگم از این لینک گرفته شده، میتونید همینو گوگل کنید، ویژوال استودیو کد تیپس اند تریکس. خیلی مفصله، من چند تاشو فقط اشاره میکنم و در واقع هدف اصلی این ویدیو این بوده که یه ویژگی که توی وی اس کد وجود داره خیلی کمک میکنه به نام مالتیپل سلکشن، اونو بیشتر معرفی کنم، ولی حالا این وسط چیزای دیگه هم اشاره میشه. به طور عادی شما یه پنجره دارید توش کد میزنید، حالا میتونه سمت چپ، پایین یا حتی سمت راست سری چیزایی وجود داشته باشه. یه مودی داره، یه حالتی داره که بهش میگه زن مود، که در واقع ما اگه بخوایم فقط روی کد خودمون متمرکز بشیم میتونیم اون فعال کنیم. کافیه کلید کنترل کی رو بزنید و بعد بلافاصله بعد اون زی رو بزنید، یعنی کنترل کی رو میزنید رها میکنید و بعد زی. به این صورت نکنید کنترل کی زی. اگه نکنید تمام چیزهای دیگه غیر از اون پنجره کد رو خاموش میکنه، آف میکنه، که ما فقط کد خودمون رو ببینیم و یه جوری حالا متمرکز بشیم. برای خروج از این حالت هم میتونیم کلید اسکیپ رو بزنیم. باز که دیگه از ویژگی بسیار جذابی که وی اس کد داره اینه که شما میتونید این صفحه رو تقسیمش کنید، بخشش کنید و توی هر پنجرهش یا حالا اون پنلش یک کد رو نشون بدید. خب برای این کار میتونید بیاید تو منوی ویو و بعد اینجا ادیتور لیاوت رو بزنید. حالتهای بسیار مختلف اینجا وجود داره. منتها که از محبوب تریناش در واقع از این اسپلیت مودها اینه که من صفحه رو به صورت عمودی به دو بخش تقسیم کنم که این کار رو میتونم با هاتکی کنترل بک اسلش انجام بدم. و اگه بخوام بین این پنجره ها یا حالا پنل ها جابجا بشم، کافیه به ترتیب شماره که دارم بزنم، مثلا از چپ میشه 1 2 3 4 تا آخر بره. حالا من میتونم چند تا دیگه هم اینجا باز کنم، نکنید 1 2 کنترل کد میذارم، کنترل 2 بعد کنسه و کنترل 4. حالا میتونم اینا رو ببندم با کنترل دابلیو یا اینکه اینجا ضرب در رو بزنم. خب پس اینم از اسپلیت. باز یکی از ویژگی‌هایی که خیلی به ما کمک میکنه، مثلا من میخوام یه قطعه کدی رو کامنت کنم، کافیه اون خطا رو انتخاب کنم. حالا برای سلکت کردنش هم کافیه شیفت رو بگیرید و بالا پایین بزنید که اون لاین ها انتخاب بشه و بعد کلید کنترل اسلش رو بزنید. کنترل اسلش هم کامنت میکنه هم آن کامنت میکنه، در واقع اون تاگل کامنت مودش رو تاگل میکنه دیگه که خطی کامنت بشه. نه یه فیچر دیگه هم داره. حالا ما تو پایتون مثلا فقط یه جورایی علامت شارپ رو برای کامنت داریم، ولی تو خیلی زبانه دیگه مثلا ما دو تا کامنت داریم. مثلا توی سی و سی پلاس پلاس و جاوا یه دونه کامنت تک خطی داریم، یه دونه کامنت چند خطی داریم. حالا تو پایتون هم یه جورایی این هست دیگه. شما میتونید از کلید کنترل شیفت A استفاده کنید تا اون حالت بلاک کامنت فعال بشه. حالا تو پایتون اگه من همچین چیزی بنویسم این یه رشته محسوب میشه، ولی حالا یه جورایی اینجا میتونه کامنت هم باشه دیگه، چون عملا وقتی پایتون رو میخونه کار خاصی انجام نمیده، چون به هیچی هم انتسابش ندادیم. خب باز خیلی اوقات لازم داریم ما دسترسی داشته باشیم به خط فرمان که وی اس کد این رو هم داره. کافیه کنترل
تیلا رو بزنید و بعد اینجا ترمینال رو این پایین میتونید ببینید و حالا اگه دستور چیزی میخواید بزنید اونجا انجام بدید و اجرا کنید. یک مفهوم اینجا وجود داره که خب شاید تو خیلی از ادیتورهای دیگه یا آیدی دیگه ندیده باشیم، اونم یه مفهومی هست به نام کامند پلت که با کنترل شیفت پی فعال میشه. اینجا شما میتونید بسیار از این چیزایی که از طریق منو در دسترس هست یا فیچرهایی که وجود داره از اینجا به راحتی با تایپ کردن بخش از اون عبارت پیدا کنید و انجامش بدید. مثلا فرض کنید که من میخوام این خط رو کامل لوور کیس کنم. خب کافیه کنترل شیفت پی رو بزنم و بعد اینجا بنویسم لوور کیس. اگه نگاه کنید نمیشه ترانسفر تو لوور کیس. وقتی اینو بزنم کل اون خط لوور کیس میشه. مثلا اینا رو سلکت کنم دوباره اینجا بزنم مثلا آپر کیس. خب اونا رو آپر کیس کنم. ببینید کلشو تغییر میده. یه کلید دیگه هست اینجا کنترل پی که میتونید تو فایلایی که حالا اینجا بازه سرچ کنید و پیدا کنید. حتی میتونید تاش مثلا یه دونه کولن بذارید و بعد شماره خط رو بدید که حتی کدوم خط بره. خود VS Code باز یه شورت کاتی داره به نام کنترل جی که شما میتونید بگید که به کدوم خط بره. خب کنترل جی رو میزنید و اینجا میتونید شماره خط رو بدید که مشخص کنید دقیقاً به کدوم خط منتقل بشه کرسر. باز من میتونم اینجا به راحتی متن رو زوم این زوم اوت کنم با کنترل مساوی یا کنترل داش یا حالا منفی. خب میتونیم زوم این زوم اوت کنیم. دقت کنید کل ادیتور رو زوم این زوم اوت میکنه نه فقط تکست اون بخش رو. خب و کلی چیز دیگه، یعنی انقدر چیزای زیادی داره که من پیشنهاد میکنم وقت بذارید و اینو بخونید. مطمئن باشید که کلی بهتون کمک میکنه تا بتونید سریعتر کد بزنید. خب یه چیز جالبی که اینجا داره اینه که تنظیمات VS Code توی فایل جیسون هستش. وقتی اینو میزنید نگاه کنید یه ساختاری از فایل جیسون هست به صورت کی ولیو ستینگ ها رو اونجا دارید که این در واقع اون حالا فیچر یا گزینه‌ای هست که می‌خوایم تغییرش بدیم و بعد جلوش اون مقدارشو می‌نویسیم که اومده. مثلا اینجا فرض کنید یه چیزی که اینجا الان می‌بینید نوشته ادیتور رولرز. این داره میگه که توی ستون 80 100 و 110 یه خط بکش که من ببینم. حالا این نمیدونم اینجا پیداست ولی یه خطی مثلا اینجا توی ستون الان مثلا 80 داریم و اگه من اینو کوچیک کنم دو تا خط دیگه می‌بینید دیگه توی 100 و 110. خیلی از این فیچرها در واقع وجود داره که شما میتونید از همون طریق فایل جیسون تنظیماتشون رو سیو کنید. حالا این ویدیو اساساً گفتی برای این ضبط شد که ویژگی مالتیپل سلکشن رو بگیم. ببینید یکی از امکانات بسیار جذابی که اینجا داریم اینه که من میتونم چند تا کلمه رو مستقل سلکت کنم. اگه نگاه کنید کافی آلتو نگه دارید و بعد لفت کلیک رو روی اینا در واقع دابل کلیک کنید دیگه. اگه نگاه کنید من اینجا چند تا کرسر دارم و وقتی شروع کنم ادیت کردن اگه نگاه کنید همش با هم همزمان تغییر میکنه و خب خیلی کمک میکنه من بخوام یه دفعه چند جای کد رو همزمان تغییر بدم و مثلا اسم متغیر رو عوض کنم. خب پس این یک جور سلکت کردم. یه فیچر دیگه داره اینه که من میتونم اینجا روی کلمه‌ای باشم و کنترل دی رو بزنم. کنترل دی رو که بزنم اون کلمه رو سلکت میکنه. حالا که دوباره کنترل دی بزنم کلمه بعدی رو سلکت میکنه. ببینید الان اینجا کویک سلکت شد و بعد کویک بعدی. ببینید دوباره کویک بعدی. متأکد دقت کنید این کویک که به این کلمه چسبیده یا اینکه همش کپیتال هست رو انتخاب نکرد. دلیلش اینه اینکه این دوتا رو من خاموش کنم که یکیش در واقع هول مچ هول وردز هست، یکی دیگه هم مچ کیس هست که داره میگه کل کلمه باشه یا اینکه فقط بخشی از اون میتونه باشه. یکی دیگه هم اینه که دقیقاً کیس رو تطابق بده. خب حالا فرض کنید ما اصلا اینجا کیس برام مهم نیست، می‌خوایم اینو تغییرش بدیم. خب من میتونم اینجا کنترل دی بزنم و بعد حالا کیس رو اگه بخوام خاموش کنم باید آلت و سی بزنم. هول ورد اگه بخوام خاموش کنم آلت و دبلیو بزنم. خب آلت و دبلیو آلت دبلیو آلت سی. اگه نگاه کنید اینجا این خاموش روشن میشه، این سمت راست صفحه یه چیزی میاد و بعد خاموش روشن میشه. خب خب الان نگاه کنید همه رو داره انتخاب میکنه. یعنی همه رو انتخاب کرد و بعد من میتونم اینجا هر عبارتی که بخوام جای اینا بنویسم. یعنی تمام اینا رو با هم تغییر بده. و خب خیلی
کمک میکنه. مثلا شما چه میدونم یه متغیری تعریف کردید بعدا تصمیم میگیرید یه جای کد اسمشو عوض کنید. خب منتها اگه نگاه کنید الان همه رو به یک صورت تغییر داد. یعنی مثلا اینجا فرض کنید کویک کاملا حرف بزرگ بود، یا اینکه اینجا به صورت فکر کنم پاسکال کیس نوشته شده بود، ولی همه رو اینجا کرده حرف کوچیک. می‌بینین؟ حالا میخوایم ببینیم آیا راهی وجود داره که دقیقاً بگیم همون استایل قبلیش رو نگه داری یا نه. قبل از اینکه اونو بگیم یک گزینه دیگه هم وجود داره، اونم این که کنترل آلت ال رو بزنیم تمام نمونه هاشو با هم انتخاب میکنه. حالا اینجا چون مچ کیس و اون مچ هول ورد روشن بود فقط اینا رو انتخاب کرد. من میتونم اینجا یه بار دیگه اینو خب اگه نکنید الان همش انتخاب شد، ولی اگه نکنید وقتی تغییر بدیم اون استایلش رو نگه نمیداره. اینجا یه اکستنشنی وجود داره به نام مالتیپل کرسر کیس پریزرو. اگه اینو نصب کنید و فعالش کنید خوبیش اینه که دیگه اینجا وقتی من یه چیزی رو تغییر میدم، خب نگاه کنید بسته به این که این تو چه حالتی بوده، مثلا اینجا آپر کیس بوده اونم آپر کیس میکنه، مثلا اینجا کامل کیس بوده دقیقاً کامل کیس شده، یا اینجا ببینم حالت دیگه داریم نه اینجا مثلا آپر کیس بوده، دقیقاً اون کیس رو سیو میکنه و دقیقاً همون رو توی کد اعمال میکنه و خب خیلی تغییر نام متغیرها رو به ما کمک میکنه که سریعتر انجام بدیم. خب یه چیز کوچولو دیگه هم اضافه کنم اینجا و این رو ببندیم. اگه متن شما حالا خیلی بزرگ باشه، مثلا از عرض صفحه فرض کنید یه چیزی خارج شده باشه، کنترل کلید آلت زی رو بزنید اون خط رو میشکنه. حالا فرض کنید این اصلا یادتون نیست، هاتکیشو نمیدونید، چجوری میشه اینو پیدا کرد؟ میرید تو کامند پلت میگید رپ، کلمه رپ یادتونه دیگه، یعنی بشکن تاگل ورد رپ، اینو که من بزنم خط رو میبینید میشکنه به عرض ستون. خب امیدوارم که با یاد گرفتن همین چند تا ویژگی خیلی ساده از VS Code بتونید کد خیلی سریعتر کد بزنید. البته بازم تاکید میکنم انقدر فیچرهای زیاد این VS Code داره که اصلا توی ویدیو نمیشه اینا رو گفت. بهتره که خودتون یه نگاهی به این بندازید. من مطمئنم بعد از دیدن این کلی نکات جدید یاد میگیرید که میتونه بهتون در توسعه سریعتر کد کمک کنه. موفق باشین.